پیام که بخش حیات اجتماعی جامعه موافق ماده 55 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان همه ساله اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با پیام خود دایر به سمت‌های سیاست داخلی و خارجی کشور برآمد می‌نمایند. در پیام سالانه خود سرور دولت دایر به کامیابی‌ها، دستاوردها، رشد منبع کشور، دایر به وضع کنونی دولت و جامعه، مشکلات‌ها و وظیفه‌های منبع اخبارات می‌دهند. یکی از سمت‌های مهم پیام پرزیدنت کشور این پیش از همه بخش اجتماعی میباشد که پورا به ساحه حیات اجتماعی مردم نگرانیده شده است، مخصوصا به ساحه معارف و علم، به ساحه زنان، جوانان، مهاجرت مهنتی، حفظ اجتماعی اهالی مردم روانه گردیده است. همه ساله در پیام‌های پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان به ساحه معارف دقت اولین درجه می‌دهند و برای بهتر کردن وضع اجتماعی کارمندان ساحه معارف از 1 ایول سال 2024 معاش کارمندان ساحه معارف 40% زیاد می‌شود. و در پیام نوبتی خود پیش از همه سمت نگران کننده در پیام سرور دولت با بهتر کردن سطح صفت تعلیمات، تیار کردن آموزگاران صاحب کسب که به طلبات جامعه جهانی امروزه جوابگو باشند و اینچنین دانستن زبان‌های خارجی روانه شده بود. و پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را ما همچون دستور، همچون راهنمای فعالیت خود قبول نموده در عمل برای تطبیق نمودن آن تمام قوا و نیرو، دانش و مهارتی که داریم برای اجرای آن سهم می‌گذاریم، قوا و نیرویی که داریم روانه می‌سازیم برای مخصوصاً هدف‌هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان پیش گرفته است، از جمله تامین امنیت و قوالی، استقلالیت انرژتیکی، برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی. هدف مهم دیگر این پیش از همه از کشور اگروصنعتی به کشور صنعتی گذاشتن تاجیکستان ما کوشش می‌کنیم که برای رسیدن به این هدف‌های پیش گرفته سرور دولت آن قوا و کوشش تلاشی که داریم، اون نیرویی که داریم، دانشی که داریم برای رسیدن به این هدف‌ها و بهتر کردن سطح زندگی مردم خود کوشش و تلاش کنیم. و همچنین برای سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و اون مشکلات و کمبودی‌هایی که مخصوصا در ساحه معارف جای دارد، ما کوشش میکنیم که برای سزاوار مخصوصا جشن گرفتن استقلال دولتی 35 سالگی استقلال دولتی تمام نیروی خود روانه سازیم.